قسمت سوم از مجموعه سرگردان‌های فضای مجازی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. دوستانی که مجموعه رو دنبال میکنن خبر دارن که ما بنابر صلاح دید خودمون قرار شد که چنین این مجموعه رو جلو ببریم که قسمتی از سخنرانی های اشخاص ملحد یا کجفهم را در ابتدای سخنرانی خودمون آورده و بعد انشالله به نقد اون با دلایل محکم و متقن بپردازیم. لذا بنابر همون منوال قدیم با همدیگر ببینیم قسمت دیگر از شبهات ملحدین را. سوره نساء آیه 23 می‌فرماید که حرام شد برای شما ازدواج با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌ها و خاله‌ها. حرام شد. وقتی میگه حرام شد یعنی اتفاق در جریان بوده، این اتفاق میافتاده، باب بوده، رسم بوده و این آیه اومده که این کار متوقف بشه، که البته خب خیلی هم عالی. خب این قسمت رو با هم دیدیم. خب جناب بزرگوار، اگر شما از این مجموعی که از سوره نساء آیه 23 خوندین و در آخر گفتین که بله البته خیلی هم عالی، در دین ما خیلی از موارد عالی و بسیار عالی وجود داره. در کتاب قرآن ما، کتاب الله متعال، خیلی چیزهای بسیار عالی وجود داره و چون که این گونه موارد در کتاب قرآن ما وجود داره، امروزه ما میبینیم که خیلی از کفار و ملحدین و مسیحی ها دارن مسلمان میشن. این از خوبی اسلامه. این از این واقعی سرچشمه میگیره که حقایق علمی که در قرآن نهفته هست امروز دانشمندان میرن با همون کشفیات دقیق خودشون نهایتاً به اون نتیجه میرسن که 1400 سال قبل قرآن کریم الله متعال را در کتاب خودش بیان کرده. لذا دوستان شما حتما کتابی من برای شما نام میبرم، حتما این کتاب رو بگیریم بخونین. در فضای مجازی به راحتی دستیاب میشه، هست، همه جا موجوده. کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب رو بگیریم بخونین. شما اونجا خواهید خوند که خیلی از اشخاصی که مسیحی بودن، ملحد بودن و به خالق یکتا ایمان نداشتن، آمدن ایمان آوردن به قرآن، به دین خدا، به قرآن کریم، به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. چند روز پیش مقوله از یکی از همین مبلغین دین اسلام شنیدم، میگه در جایی بودم که با یکی از همین اشخاصی که تبشیری بودن یا ملحد بوده، میگه با اون ملاقاتی کردیم. بعد اون شخص میگه برگشت به من گفت که جناب شیخ، شما از مسلمان شدن انسان هایی که در جهان دارن مسلمان میشن زیاد احساس خوشحالی نکنین که خیلی ها هم دارن مسیحی میشن و خیلی ها هم دارن ملحد میشن، اصلا این مسلمان ها. میگم برگشتم بهش گفتم که بله چنین که داره میشه، منتها یک فرقی ما بین مسلمان های ما که ملحد و مسیحی میشن با اون اشخاصی که دارن مسلمان میشن یک فرق اساسی وجود داره. فرق اساسی کدومه؟ میگه بهش گفتم که بله تنصر و الحد نفسه حمقاؤنا و اسلم علماؤکم و عدماؤکم. میگه بله اون اشخاصی که بی علمن، نادانن، به نسبت اسلام آگاهی کامل ندارن، دارن ملحد میشن، مسیحی میشن، اما علمای شما، عظمای شما، بزرگان شما دارن چی میشن؟ مسلمان میشن. واقعیتی که هیچ جای شکی در آن وجود اصلا نداره. لذا این بزرگوار، شما که ظاهرا خودتون را انسان فهمیده ای دارین و خودتون خیلی عاقل و خلاصه خیلی اهل علم وانمود میکنین، از این گونه موارد بسیار عالی در کتاب قرآن ما و در دین ما بسیار وجود داره. من شما را به یک مورد راهنمایی میکنم. شما برین آیه 118 119 از همین سوره نساء که دارین ترجمه شو، متاسفانه غلط هم دارین میخونین، از همین سوره نساء برین آیه 118 119 سوره نساء رو بخونین. اونجا الله متعال به یک مورد بسیار عالی هم اشاره فرمودن که ملحدین هم در این مورد باید یه فکری برای خودشون بردارن. الله متعال فرموده ولا امرنهم فلیغیرن خلق الله. از زبان شیطان ملعون الله متعال فرموده که شیطان لعین
در مقابل الله جل جلاله فرموده که بله ولا امرنهم، ای الله من بندگان تو را دستور میدم فلیغیرن خلق الله، که خلقت توی خدا را تغییر بدهند. خلقت خدا را تغییر دادن یعنی که انسان را الله متعال مرد را مرد آفریده، زن و زن آفریده. حالا یک مردی، یک انسانی بیاد این خلقت مردانه خود را از نوع ریش باشه حالا بیاد به هم بزنه، زنی بیاد ابروهای خودش رو برداره یا اون موی بلندی که خداوند برای زنها داده اینو بیاد قطع بکنه، این یعنی تغییر خلقت خدا و متاسفانه این ظلم بسیار بزرگی است. حالا مسلمانایی که ریش میتراشن، خواهرانی که مسلمانن ابروهاشون رو برمیدارن یا مویی که زینت زن قرار داده شده اینو میارن میبرن و خلاصه قطع میکنن و میاندازن دور، اینا یا بی علمن نمیدانن این کارا رو میکنن، یا اگر هم میدانن بنابر ضعف ایمانی که دارن خلاصه به این چیزا مبتلا هستن که لازمه که هم توبه بکنن. اما شما، بله شما که خودتون، حالا شما خدا رو هم که قبول ندارین و خودتون را جد مشترک خودتون را از نسل میمون و شامپانزه میدونین، شما چرا مانند دیگر حیوانات عمل نمی کنین؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه آقا شما تا به حال آیا دیدین که خروسی بیاد ماکیان بازی در بیاره، اون تاج خودش برداره، اون خلاصه به مانند ریش مانندی جلوی حلقوم خودش چیز داره دیگه، بیاد یه خروسی ماکیان بازی در بیاره خودشو شبیه ماکیان بکنه؟ حالا تا به حال در مابین حیوانات چنین چیزی دیده شده؟ دیده نشده. یا مثلا شیر نر را شما بریم ببینین چه هیبتی داره، اون یالش نگاه بکنین، عظمتش نگاه بکنین. حالا این شیر نر بیاد خودشو مثل شیر ماده قرار بده، یالش برداره، تا به حال چنین چیز دیده شده؟ خیر، هرگز دیده نشد. و همینطور شما برین طاووس ببینین، کفتر ببینین، الاغ بلانس، الاغ نر ببینین و همینطور مگس ببینین. تمام حیوانات را شما در کل جهان برین بگردین ببینین آیا تا به حال در ما بین حیوانات که این حضرات دیگه خودشون اقرار دارن که جد مشترک اینا دیگه شامپانزه و خلاصه میمون این چیزا بوده، ما که از نسل انسانیم، اینا دیگه خودش هم اداره دارن. تا به حال از نسل شما که جد مشترک شما خلاصه حیوانات بوده، از ما بین حیوانات که طبق عقیده شما با اون فرضیه خیالی و جنون آمیز تکاملی داروین این مسائل، آیا تا به حال حیوانی دیده شده که بعد از اون تکامل خودش به عقب برگرده و خودشو بعد مثلا به یک شکل دیگر در بیاره؟ این چیزی هرگز وجود نداشته. یعنی تا به حال هیچ حیوان نری خودش را به مانند حیوان ماده اصلا در نیاورده و قرار نداده. لذا بزرگوار شما که خودتون را رهبر چنین حرکات های الهادی قرار دادین در فضای مجازی و از جمله فعالین اشخاصی هستین که در صدد اثبات این هستین که بله جد مشترک شما شامپانزه و میمون و فلان چیزا هست، شما دیگه خواهشاً خودتون از دیگر حیوانات کم نگیرین. اگر پیشرفت ژنتیکی بوده، تکامل داروینی که شما به اون قائل هستین، برین همنوع خودتون رو ببینین. این حیواناتی که در این دنیا دارن زندگی میکنن، هیچ کدوم از اونها بعد از اون مرحله‌ای که به اون رسیدن هرگز اینا عقبگرد نکردن که خودشونو به مانند یک حیوان ماده قرار بدن. واقعا جای تأسفه. من خطابم به خود شماست. شما که آمدین ریش و سیبیل رو تراشیدین قشنگ در جلوی گوش خودتون قرار دادین، واقعا برای یک مرد خجالت داره. برای یک مردی که خودشو از جد مشترک خودشو اینطور میمون شامپانزه قرار داده، در جد مشترک شما همچین چیزی اصلا نظیری نداره که بیاد یک میمون نر خودشو به مانند یک میمون ماده قرار بده. اگه واقعا چنین چیزی صحت داشته باشه، بس پناه بر خدا زنهای شما هم باید من بعد چیکار بکنن؟ چون که ظاهرا دیگه پیشرفت کردن، تکاملشون خیلی کافی شده، کامل شده، باید زنان شما هم پناه بر خدا به نسبت گروه شما بینندگان شما باید زنان خودشون مثل مردار ریش و سیبیل بذارن و خلاصه ادعای تکامل بکنن. واقعا خیلی عجیبه. حالا اینجا کلام خداوند متعال در قرآن کریم در 2 جا الله متعال به نسبت چنین انسانهایی که خودشون را از حیوان پستر قرار دادن، الله متعال فرمودن که اینا به مانند حیوان بلکه از حیوان پسترن. در سوره فرقان آیه 44 و در سوره اعراف آیه 179 بریم بخونیم دوستان.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. از همون اشخاصی که بنابر اعمال بد خودشون، بنابر عدم استفاده از عقل و فکر و درایت خودشون که نتونستن به خالق هستی ایمان بیارن، اینا اشخاصی هستند که لایق جهنم قرار گرفتن. الله میفرمایند لهم قلوب لا یفقهون بها، برای اینها قلب هایی است که لا یفقهون بها، نمیفهمن هستن، فهم درک درستی ندارن. ولهم اعین لا یبصرون بها، برای اینا چشم های وجود داره، ظاهرا دارن میبینن اما از درک حقیقت خلقت عاجزن. ولهم آذان لا یسمعون بها، ظاهرا دارن میشنون اما از فهم و درک شنیدن کلام حقانی خداوند متعال در قرآن و بندگان قرآنی متاسفانه عاجز شدن. الله مثلا به نسبت این اشخاصی فرمودن اولئک کالانعام، اینا به مانند حیوانن. چون دیگه حیوان هم نمیشه چیز تفهیم بکنیم، بلکه فرمودن بل هم اضل، این از حیوان هم پسترن. چون حیوان عقل نداره، فکر نداره، اون که دیگه درک نمیکنه، اون چیزی است که در وجود او گذاشته شده طبق همون داره زندگی میکنه. اگه پیشرفتی هم در وجود اونا محسوسه، اون یه چیز ناچیزی که اونم الله متعال در وجود اونا گذاشته. همون کلام حضرت موسی علیه السلام که در مقابل فرعون با ادعای خدایی فرمودن که بله رب من الله اون ذاتی که الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خدا همونه که خلقت هر چیزی را داده بدون هدایت کرده که بره زندگی خودش بکنه. موری هست، ملخی هست، کبوتری هست، همه حیوانات الله متعال اون چیزی که برای زندگی لازم داشتن به اونا داده. یعنی لذا الله فرمودن که بله اولئک کالانعام، این گونه انسان هایی که از درک حقایق عاجزه، اینا به مانند حیوان، بلکه از حیوان هم پسترن. چرا؟ چون که بلا نسبت گروه شما حیوان صاحبش نمیشناسه. هر حیوانی به اون شخصی که داره به او انعام میکنه، به او داره اکرام میکنه، قدر اون را میدونه، بلا نسبت دمش را برای اون تکان میده، از دور اون همچه چرخی میزنه، محبت میکنه. ولی یک انسانی که الله متعال به عقل داده، فکر داده، حالا این بیاد اون خالق خودش را، مالک خودش را، رازق خودش را بیاد انکار بکنه، واقعا این بسیار جای تأسفه. قرآن میفرمایند فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه بکنه برای اینکه به خالق خودش، به زندگی بعد از مرگ ایمان بیاره. این انسان نگاه بکنه به چه چیزی؟ به اینکه خودش را نگاه بکنه که از چه چیزی خلق شده، تو از کجا اومدی، تو چی بودی و چی شدی. فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه بکنه برای ایمان آوردن به ذات الله متعال، به صفات الله متعال، به زندگی بعد از مرگ. فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه بکنه از چه چیزی آفریده شده. خلق من ماء دافق، آفریده شده از آبی جهنده. اون آب از کجا خارج میشه؟ یخرج من بین الصلب و الترائب، اون آب خارج میشه از میان کمر مرد و از میان سینه زن. خب چی را میخوان ثابت بکنن؟ الله متعال فرمودن توی انسان، توی که عقل داری، توی که فکر داری، توی که ادعای فهم و دانش میکنی، تو بر این یقین بکن، بر این تفکر بکن. انه علی رجعه لقادر، بیشک اون الله، اون ذاتی که من شما را بر آب نقاشی کرده، حالا اسمش هر چی میخوای بگذاری بگذار. انه بیشک اون ذاتی که 7 طبقه آسمان و زمین را نگه داشته، اون ذاتی که همه نظام هستی در دست اونه. انه اون ذاتی که ما را بر آب نقاشی کرده، از همون آب جهنده به دنیا به وجود آورده. انه علی رجعه لقادر، بیشک اون الله این که انسان را دوباره زنده بکنه 100% قادر هست. لذا همینه این که الله متعال فرمودن اینا به مانند حیوانن، واقعا به حق گفتن، بلکه فرمودن از حیوان هم پسترن. بلکه فرمودن اولئکم الغافلون، اینا غافلن، نمیدونن که چی به چی هست، از کجا آمدن، به کجا دارن میرن، به او را به کجا خواهند برد. خب این از این قسمت. لذا شما اگر واقعا فکر میکنین که این مورد از قرآن ما بسیار عالیه، در دین ما خیلی موارد بسیار عالی وجود داره که امروزه علمای شما و عظمای شما و بزرگان شما و دانشمندان شما دارن مسلمان میشن، اگرچه خیلی از بلانسات گروهی بینندگان احمقهای ما که به نام مسلمانن متاسفانه دارن راه الحاد را پیش میگیرن. چه کسی ضرر میکنه؟ موتی خواهد آمد، اون روز مشخص خواهد شد که چی به چی. الله به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.